هویج پلو باید همینقدر مجلسی باشه. باید عطر زعفرون و هل و گلابش تا روز بعد توی خونه بپیچه. میخوام این هویج پلوی فوق‌العاده خوشمزه و مجلسی رو بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. واسه شروع هویجا رو رشته‌ای خورد کردم و فیله مرغ رو هم مکعبی خورد کردم. هویجا رو توی روغن تفت دادم، زردچوبه، آب لیمو و شکر زدم و از تابه خارج کردم. توی همون تابه پیاز و تفت دادم، فیله ها رو اضافه کردم، نمک و فلفل و پودر هل زدم و در ادامه زرشک و گلاب و زعفرون. هویجای سرخ شده رو بهش اضافه کردم و مایه میانی هویج پلوی ما آماده است. بریم واسه بخش هیجان انگیزش و ته‌دیگ هویج پلو. هویج ها رو به شکلی که میبینید با رنده مخصوص خورد کردم و 10 دقیقه توی آب جوش گذاشتم. تابم رو چرب کردم و هویج ها رو توی تابه به شکلی که میبینید چیدم. لایه لایه برنج آبکش شده و مایه میانی هویج پلو رو ریختم و اجازه دادم 1 ساعت دم بکشه. من اعتقاد دارم غذا باید قبل از اینکه شکم رو سیر کنه چشم رو سیر کنه. این اثر هنری و این هویج پلوی خوش عطر و طعم تقدیم نگاه شما. امیدوارم درستش کنید و پیشاپیش نوش جان.